درود به تمام دوستان. سال 2018 یکی از بهترین سالها برای طرفداران فیلم‌های ترسناکه، چون امسال فیلم‌های ترسناک بسیار خوبی به بازار اومدن. با ما همراه باشید تا با 10 از ترسناک‌ترین فیلم‌های سال 2018 آشنا بشیم. شماره 10 سلندرمن. این فیلمی است بر اساس داستان‌های واقعی که 4 نوجوان برای اثبات عدم وجود اسلندرمن مراسم سنتی اون رو به جا میارن و در نهایت مشخص میشه که او وجود داره. شماره 9 فیلم حقیقت یا شجاعت یا همون Truth or Dare. Hey Olivia. Truth or Dare. What did you say? یک پارتی کلاسیک نوجوانانه به یک جشن مرگ تبدیل میشه که در آن باید حقیقت رو بگن و یا شجاعت رو انتخاب کنن و کاری که از اونا خواسته شده رو انجام بدن. شماره 8 فیلم غریبه ها شکار در شب یا همون The Strangers Prey at Night. 10 سال بعد از غریبه های 3 قاتل عجیب ماسک پوش به خانواده دیگه‌ای که در جنگل زندگی میکنه بدون هیچ دلیلی حمله خواهد کرد. شماره 7 اولین تطهیر یا The First Purge. اگر 3 فیلم قبلی رو دیده باشید با این فیلم آشنا هستید. در این فیلم یک روز در سال و برای فقط 12 ساعت تمام جرایم مثل قتل و دزدی آزاده و هر کس هر کاری که خواست رو میتونه انجام بده. شماره 6 مگ. در این فیلم اکشن و ترسناک جیسون استیتن باید در مقابل یک کوسه باستانی بزرگ که بزرگ دندان نامیده میشه مبارزه کنه. شماره 5 راهبه یا دنان. یک راهبه جوان در کلیسایی در رومانی به طرز مشکوکی به قتل میرسه. یک کشیش و یک تازه‌کار از طرف واتیکان مسئول تحقیق درباره این اتفاق میشن. شماره 4 فیلم دیوانه یا آنسین. این فیلم داستان زنیه که برخلاف خواسته خودش در تیمارستان بستری شده. شماره 3 فیلم یک مکان آرام یا A Quiet Place. یک خانواده به یک دنیای آخرالزمانی وارد میشن که در هر قدم آن هیولاهایی وجود دارن که با حس شنوایی خارق‌العاده خودشون به طعمه‌هاشون حمله میکنن. شماره 2 فیلم نابودی یا انالاییشن. ناتالی پورتمن به همراه گروهی از زنان به دنیای عجیبی وارد میشه که در آن حیوانات جهش یافته به مخلوقات ناشناس تبدیل شدند. و شماره 1 فیلم وراثتی یا هردیتری. آنی پس از مرگ مادرش متوجه اتفاقات عجیبی در اطراف خونش میشه و پس از یک تراژدی شوکه کننده دیگه کنترلش رو از دست میده. سوال اصلی اینجاست: آیا یک نیروی ماورایی میخواد او را آزار بده یا آیا همه چیز تنها در افکار اوست؟